الله متعال حضرت ابراهیم را بارهای مختلف امتحان و ابتلا کرد. الله در قرآن می‌فرماید که و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، میگه یاد که زمانی را که ابراهیم را رب او امتحان کرد با کلمات، پس او در امتحان کامیاب شد. و بزرگترین امتحان حضرت ابراهیم از طرف الله بود که الله گفت که بر همسر خود را هاجره و فرزند خود اسماعیل را در یک سرزمین بگذار. و حضرت ابراهیم همسر خود را و فرزند خود را گرفت برد در سرزمین مکه که در او وقت نه آب بود، نه انسان بود، نه درخت، چیزی نبود، اونجا گذاشت و دوباره خواست که بر بگرده و همسرش صدا زد، گفت که ابراهیم الی من تترکنا، در پیش چی کسی ما را میگذاری؟ فی هذا المکان الذي لیس فی انیس ولا شیء، در این مکانی که هیچ یگان همنشینی نیست و هیچ چیزی نیست، ما را میگذاری، آب نیست، خوردنی نیست. اما وقتی که حضرت ابراهیم از طرف الله متعال امر شده بود چیزی نگفت، باز هم تکرارا گفت اما چیزی جواب نگفت. بعدا گفت که الله امرک بهذا، گفت برای این کار الله تو را امر کرده است؟ گفت که بله. گفت که اذن لا یضیعنا، گفت اگر الله ما را امر کرده باشه پس الله ما را در اینجا تنها نمیگذاره و الله ما را ضایع نمیکنه. الله متعال میخواست پیغمبرهای خود را امتحان کنه تا اینکه در دنیا مقام، مرتبه و شأن اونها را بالا ببره و در آخرت به مرتبه های بالا آنها را برسونه. اما در اینجا همسر پیغمبر را نگاه کنید که چقدر ایمان و یقین کامل داشت که وقتی که پرسید که الله تو را امر کرده است، اون یقین کرد که الله ما را در اینجا تنها نمیگذاره. اگر امروز هر مسلمان همیشه یقین داشته باشه در زندگی خود، در کار و بار خود، هیچ وقت الله متعال را تنها نمیگذاره. نصرت الله، کمک الله همراه او همیشه هسته. اما امروز مسلمان ها از نصرت و کمک الله متعال فراموش شدند. باید مسلمان یک مسلمانی یقین باشه، یک مسلمانی باشه که همیشه بر الله خود توکل کنه بعد از اینکه اسباب را میگیرد، زیرا که کامیابی و اصل دین همین است.